آقای ابن عربی فتوحات مکیه شما نگاه کنید، ابن عربی متوکل عباسی را جزء اقطاب میداند، جزء مربیهای معارف الهیه میداند. شما میگی هدایت، میگیم هدایت دست امیرالمؤمنین است، دست امام حسن است، دست امام حسین است تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب وقتی میای انما انت منذر ولکل قوم هاد، بعد خطبه قدیر رو نگاه میکنی، بعد روایات رو نگاه میکنی، بعد حرفای اهل سنت رو نگاه میکنی، میای کم کم سمت اهل بیت. حالا یه سنی هستی مثلا، کم کم داری میای سمت اهل بیت، یهو برخورد میکنی که آقای ابن عربی گفته است که متوکل عباسی مثلا جزء اقطاب است، جزء معلمین است، جزء مربی هاست. خب اینجا یه تحیر پیدا میشه، این طرف چه بکند؟ آقای ابن عربی همچینن، آقای ابن عربی خیلی بالا هستن، آقای ابن عربی همچین. بله، این تحیر خیلی مهم. کسانی که مردم را در مسیر هدایت به تحیر میاندازند، اینها مسئول ضلالت مردم هستند.